آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدین. خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خوشحالم از اجرای خوب شما. زنده باشید، محبت دارید و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم. انشالله که هممون موفق باشیم به درک معارف دین و عمل به آنها. خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز. مردم حتما خاطر شریفشون هست که ما نوبت هایی که در خدمت استاد هستیم پیرامون اخلاق از ایشان میشنویم و استفاده میکنیم. صاحب این ماه فرمودن انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی اینقدر مهم هست این موضوع و خب حالا نکات ریز و تأمل برانگیزی هم داره که استاد زحمت میکشن، استخراج میکنن از متون دینی اینها رو و تبیین میکنن. انشالله استفاده کنیم. ما سراپا گوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. به هر حال مناسبت بسیار خوبی است این مباحث در این ماه معظم شعبان که البته بیان فضائل اخلاقی و راه‌های کسب آن این در همه اوقات مورد توجه هست و این آیه شریفه می‌فرماید که برای شما مؤمنان در رسول خدا یک الگوی نیکو و زیبایی است. منتها این جنبه الگویی برای این است که ما اون جنبه های ایمانیمون رو تحقق ببخشیم و اون ارتباط با ذات اقدس الهی و امید به رحمت واسعه پروردگار متعال که رحمت واسعه او در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه که الیوم الاخر گفته شده و این امید باید در این عالم با اعمال صالح و کسب فضائل به هر حال ریشه‌اش کاشته بشه و ما اون رو با این امور به هر حال هم ایمانمون رو تثبیت بکنیم و هم اینکه این ارتباط با رحمت واسعه خدای متعال در عالم دیگر شکل بگیره که خدای متعال این پیامبر رو رحمت للعالمین فرستاد و این مقتضای رحمت للعالمین بودن اون حضرت است که در همه مواقع این جنبه رحمتیت رو و رساندن انسانها را به خیر و اون چرا که انسان به طور خاص برای آن آفریده شده است داشته باشه. منتها بعضی ماها یه ویژگی های خاصی داره که خدای متعال در این ماها یک عنایت های خاصی به بندگانش میکنه که یه فرجه هایی محقق بشه که بیشتر به طرف کمالات سوق پیدا بکنن، از بدی ها و اینها دور بشن. ماه رجب و ماه شعبان که به ماه نبی گرامی اسلام منسوب شده است از این قبیل ماه هاست. لذا در صلوات شعبانی هم میخونیم شهر نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته من کب رحمت و رضوان. من این ماه رو با رحمت خودت و رضایت خودت پیچانده‌ای، محفوف گردانیده‌ای که خب اعمالی که به ما دستور داده اند نمودی از این رحمت هاست و ظهور فضائل نفسانی
مخصوصا در روابط اجتماعی این اون رحمت رو پخش میکنه که هر مقدار انسان این صفات رو از خودش ظهور بدهد استحقاق گرفتن رحمت‌های دیگر خدای متعال رو پیدا میکنه، هم خودش و هم جامعه‌ای که این صفات در اونها برها ظهور و بروز پیدا میکنه و افراد میپذیرند این نشون دادن صفات حمیده رو. یکی از مسائل بسیار مهمی که خود انبیا علیهم السلام به آن اهتمام زیاد داشتند و اساس رسالتشون بر این معنا بود که حالا در جلسه گذشته یه اشاره‌ای کردیم به مسئله نصیحتگری که در حال خدای متعال به طور خاص از قول چند پیامبر نسبت به امتشون این معنا رو بیان می کند که انی لکم ناصح امین. نصیحت اون به هر حال حالت دلسوزی در روابط گوناگون جامعه و رسیدن به خیرات و رسوندن دیگران به خیرات که این تعامل یک تعامل بسیار مهمیه در نظام به هر حال زندگی اجتماعی انسان که اساس به هر حال رسیدن به خیر این دلسوزی های افراد آگاه به خیرات هست نسبت به دیگران. به هر حال ما آگاهیمون کمه، این اولا، و دومم میخواییم به خوبی ها برسیم، این هم به صورت فطری در وجود همه ما هست. و از طرفی هم نکته سوم میل فطری ما به آگاهی از خیراته، این هم به هر حال در وجود ما خدای متعال قرار داده. البته این آیه شریفه به گونه‌ای معنا میشه، به گونه دیگر هم میشه ازش استفاده کرد به انه لحب الخیر لشدید. انسان محبت شدیدی به خیر داره. خیر در قرآن کریم گاهی به مال اطلاق شده، گاهی این قبیل مطالب برای مذمت انسانه که توجه داشته باشه که کسب مال اندوزی و انباشتن مال و همت گماردن به طور قطعی نسبت به کسب مال در زندگانی دنیا همت انسان نباشه. اما از این طرف هم ما خیر رو می‌بینیم هر امر مطلوبی که مناسب با وجود انسان است تعبیر شده است که انسان به آن کشش داره به طور فطری و بالاترین خوبی ها خدای متعال کمال مطلقه که فرمود الله خیر و ابقا. به هر حال اگر اینطوری معنا بکنیم یعنی انسان به هر حال میل فطری به ارتباط با خیر مطلق داره و این هم که خب ثابته، هم از جهت استدلالات عقلی بیانات قرآنی. خب این رو خواستن انسان نشرش بده و همدیگر را بر رساندن و رسیدن به خیر ما کمک بکنیم. لذا این شاخص بیشتر در مؤمنان ظهور پیدا میکنه که در سوره عصر این آمده است که انسان اگر بخواهد از خسارت و زیان وجودی خارج بشه باید تحت ایمان و عمل صالح قرار بگیره و این معنا در خودش به حال محدود نشه و تواصوا بالحق، تواصی به حق داشته باشن. این تواصی به حق همون نصیحت به حال دیگران است به
تبعیت از حق، تبعیت از اون اموری که به هر حال باید انسان در مسیر کمال اون رو به هر حال هم بفهمه، هم انتخاب بکنه. و خب چیزهای دیگری هم در زندگانی دنیا در مسیر انسان میاد که باید اونها رو کنار بزنه، چون موطن دنیا موطن مواجه شدن حق و باطله. بله. مواجه شدن خیر و شر است. حق و باطل در حیطه اعتقادات و تفکرات که بایدها و ببخشید هستی ها و غیر هستی ها، خیر و شر نسبت به بایدها و نبایدها، بایدهای عملی، بایدهای اخلاقی، نبایدهای عملی و نبایدهای اخلاقی. به هر حال اینا بحث‌های علمی خاص خود منتها یک ارتباط تنگاتنگ علمی با مباحث اخلاقی داره که مباحث اخلاقی حکمت عملیه. به هر حال نصیحت یک چنین چیزیه که انبیا علیهم السلام ماهیتشون بر این اساس به هر حال شکل گرفته و از اونها پیمان گرفته شده که در مرحله اول با دیگران از طریق خیرخواهی و به هر حال دلسوزی وارد بشن و تعقل را زنده میکنن که انسان بفهمه که خیرش چیه، حق چیه و بعدش دیگه تنبه میدن با موعظه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. این حکمت یعنی تعلیم، یاد دادن به هر حال واقعیات. و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه اون تنبه هاست که حالا که ما یک چنین ظرفیتی داریم ای انسان و چقدر گسترده هستی، حیف این ظرفیتت رو به توجهات دنیا فقط منعطف بکنی. تو میتوانی با خدای حکیم مطلق مرتبط بشی، با نظامی که همه اش حکمت است، با کتابی که همه اش حکمت است، با پیامبری که حکیم است و همینطور. بله. آشنا بشی. موعظه معناش اینه و به نوعی نصیحت هم همون جایگاه موعظه رو به هر حال داره که به هر حال خیلی اهمیت داره نصیحت، که حالا روایاتی در این زمینه عرض می‌کنیم و نصیحت کننده یه وظایفی داره که نصیحت شونده باید این وظایف رو مراد بکنه و نصیحت شونده هم یک حقوقی داره که باید نصیحت کننده اونها رو مراعات بکنه تا نصیحت تحقق پیدا بکنه انشالله. خیلی ممنونم. به نظرم همونجور که شما اشاره کردین این موعظه و نصیحت هم در راستای همون تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر در واقع قرار میگیره و حالا انشالله از شما یاد میگیریم که تمرکز ما پس راجع به موضوع نصیحت هست و حالا در واقع شرایطی که داره باید اطرافش که بتونیم انشالله انجام بدیم. خیلی ممنونم. ما یه فاصله بگیریم از دوستانمون رو برگردیم، مردم هم یه تأملی به فرمایشات شما تا اینجا داشته باشن و برگردیم باز سراپا باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر ما باید خدا رو شکر بکنیم از این بابت که قرآن داریم و سیره اهل بیت رو داریم که مثل دوتا نورافکن قشنگ از این طرف و اون طرف جاده پیش روی ما رو روشن کردن که ما تو دره ها و اینا نیفتیم و به اون کمال مطلوب برسیم. چقدر از این باید خدا رو شکر بکنیم، فقط خدا میدونه. یعنی واقعا گفت یک شکر تو از 1000 نتوان کرد. انشالله که با شکر بیشتر این نعمت ها ما بیشتر برخوردار بشیم از نعمت های بزرگ الهی. حالا در این مسیر که عرض کردم روشن کردن برای ما قرآن و اهل بیت راجع به موضوع نصیحت نکاتی رو دارن میفرمایند استاد تحریری عزیز که انشالله بتونیم بهشون عمل بکنیم توی زندگیمون. بفرمایید. انسان
نیازهای گوناگونی داره در زندگانی دنیا که ابتداعاً اون نیازهای مادی شکوفا میشه، بعد اون نیازهای معنوی با شکوفایی جنبه عقلی انسان، تعقل انسان که درک میکنه به حال یک واقعیاتی هست، یک به حال امور دیگری خیر از این امور مادی رو میطلبه. لذا بعد از شکوفایی عقل اون نیازهای معنوی بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنه. لذا مسئله نصیحت در همه این عرصه ها برای انسان لازمه. برای رسیدن به زندگی مطلوب در هر حال هر کسی به اندازه خودش که از دیگری به هر حال چیزی که خیرشه، حالا پدر، مادر، برادر، معلم، هر کس که به هر حال عرض میکنم حالا شرایط نصیحت کننده را این نصیحت به هر حال لازمه. در همین راستان علی علیه السلام می‌فرماید که بزرگترین انسان از جهت جایگاه در قیامت اون کسی است که بیشتر نصیحت می‌کند دیگران را، یعنی همون خیرخواهی داره. در واقع حالا با ویژگی هایی که برای این نصیحت کننده از خواهیم کرد، همونطور که گفتیم این شخص خودش به نوعی به خیر رسیده و یک وجود وسیعی داره، میخواد دیگران رو هم به این خیر برسونه. لذا باز روایت علی علیه السلام که بر شما باد به نصیحت کردن در بین مردم که با خدا ملاقات نمی کنی به عملی برتر از نصیحت. و خب به هر حال فرمودند خیری در قومی نیست که نصیحت نمی کنند و نصیحت کنندگان را دوست ندارند. خیلی قابل تأمل. خیری در قومی نیست که نصیحت رو، چون ماهیت نصیحت بر نشان دادن خیره. وقتی که این نصیحت رخ نده میمانه دیگه. یعنی اگرچه خود شخص به صورت فردی هر کسی دنبال خیر باشه، اما به هر حال این نیاز اجتماعی باید تحقق پیدا بکنه. میدونین چرا یه دفعه من ورود کردم والا اینجوری تعجب کردم از این بابت؟ چون فرمودن خیری در قومی نیست که نصیحت نکنن و از نصیحت خوششون نیاد. درسته؟ خب یه ذره جامعه ما داره تو این زمینه ضعیف میشه بدون تعارف. یعنی مثلا جوانای امروزی گوشه شنونده نصیحت رو ندارن خیلی. یعنی با ما نصیحت نکنید، بعدشون میاد و موضع میگیرن. البته شاید ما هم روش نصیحت کردن و بلد نبودیم و نیستیم. اینم نکته مهمیه که نشون دهنده اهمیت روش نصیحت کردنه که حالا در ادامه خواهید. بله به هر حال این خیلی مهمه که خاصاً انسان بی تفاوت نباشه نسبت به دیگران. بله. که حالا ویژگی های دیگه شما عرض میکنم که بین افراط و تفرید انسان قرار نگیره. لذا هم در صلاح و اصلاح جنبه های مادی نصیحت باید باشه. حالا نصیحت هم نوعاً از مثلا میگن یه نفر بزرگتر این کار رو انجام بده، اما ماهیتش این نیست. ممکن است یک نفر که به هر حال درجه پایینی از اجتماع داره به هر حال نسبت به بالاتر دلسوزی داشته باشه. لذا فرمودن یکی از روابط، یکی از زمینه‌های شکلی حاکمیت دینی و نصیحة لأئمة المسلمین،
این حقی است که بین والی و حاکم و دیگران هست. ماها نسبت به امام مسلمین نصیحت داشته باشیم، یعنی خیرش رو بخوایم، یعنی اون خیرهایی که برای ما بیان میکنه بگیم. از اون طرف هم خب گاهی باید تبادل افکار بشه، لذا میشنیدن. حالا در بحث مشورت عرض کردیم در مسائل اجتماعی گاهی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به هر حال مشورت میکردن. بله. به هر حال یک جنبه مشورت هم به پذیرفتن امر خیره. لذا اگر میدیدن حالا این افراد خیرشون در اینه، این رو انتخاب کردن، خلاف شرع هم نیست، نظرش رو میگه، حالا میگه اگر این رو انتخاب بکنید به این نتیجه میرسید، اگر این رو انتخاب نکنید. در جنگ احد از آن مشورت کردن و اونن که در شهر باشیم و دفاع بکنیم، دیدن که نه، جوانها و اینا گفتن نه بریم بیرون. خب رفتن بیرون یه شرایط بیشتری لازم داره. وقت دیگه حال یه مسائلی پیش اومد، دنیا گرایی و اینا، یه موقتاً اون شکاف کوه رو رها کردند و یه ضربه اولیه مسلمانان خوردن که خب اگر واقعاً به نظر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عمل می‌کردن چه بسا به این نتایج نامطلوب نمی‌رسید. اما به هر حال نصیحت مطلوبه، اون خیری که به طور کامل خلاف به هر حال شرع الهی نباشه. بنابراین ما این رو از روایات استفاده میکنیم که فرمودن دلسوزترین مردم به انسان کسی است که بر صلاح انسان و دینش نصیحت بکنه. بر مؤمن لازم است نسبت به مؤمن در غیاب و حضورش خیر خواهش باشه. یعنی اون توسعه نصیحت رو بیان میکنه. یعنی اگر نیست من کاری نکنم که زندگیش از هم بپاچه، ارتباط با او رو حفظش بکنم، خوبیش رو بخوام. اگر کسانی میخوان به حال به او به حیثیتش، به مالش تعرضی داشته باشن، این نصیحتگری من باعث بشه که جلوی این خلاصه فساد گرفته بشه. بله، خیلی ممنونم استاد طاهری عزیز. من یه سوالی برام پیش اومد ذیل